با سلام و درود فراوان، پیرو کلیپ قبلیمون. بعد اینکه موممون ذوب شد میایم سراغ تصفیه اولیه که دستگاهمون اذیت نشه و گیر نکنه. به عنوان صافی مقدماتی عمل میکنه. البته ناگفته نمونه، من قبلش دیگم رو پر کردم، فقط اینو خواستم بهتون آموزش بدم، جنبه آموزشش بدم، وگرنه کار اولیه انجام شده. تو برای شما سروران گرامی بذاریم و شما بدونید از کجا به کجا میره. خب این قسمت هم این کثیفی های مومو میریزیم داخلشون، لردمون به قول بعضیا. بعد اینکه لرد رو تخلیه کردیم این مومو میبریم داخل دیگی که بالا قرار داره خالی میکنیم. ببخشید دوستان یکم ویدیوم بی کیفیت شاید باشه، خودم تنهای ویدیو رو گرفتم، کمک دست نداشتم. هدفم بیشتر آموزش و جنبه آموزشی داشت برای شما عزیزان. خب من بالا یک چیزی به شما نشون بدم. این دیگ تقریبا دو تا کار انجام میده. یک، جنبه نگه داشتن و گرم نگه داشتن موم به عنوان ذخیره. دوم اینکه باعث میشه لردمون، کثیفی های موم در مدت کوتاهی نشست کنه که بعد از اینکه قشنگ این اتفاق افتاد توسط این شیر که اینجا قرار داره میتونیم اینو باز کنیم و انتقال بدیم به پایین، که الان این کار رو قبلا انجام دادیم و میاد داخل دیگه اصلیمون که شروع به آچ کردن میکنه. حالا بریم ادامه کلیپ رو بعداً براتون میگیرم، بهتون میگم چی شد. خب عزیزای، حالا میایم با نحوه کاری. این دستگاه کلا قبل آماده سازی باید این کارا رو انجام بدین که تا دستگاه شروع به حرکت کنه. اولین کار کلید اصلی برق، یعنی ورودی اصلیش رو وصل میکنین. بعد مخزن‌ها رو میذارین تا اون دمای نرمالی که میخوایم برسه، مثل الان که 100 درجه است اونم باید به 100 برسه، هنوز نرسید. البته اینا دماش باید بیشتر از 100 بشه، تا 100 110 هم هست. این دستگاه چند تا قسمت داره. خب این که مال مخزنه. برای اینکه دستگاه من اول خاموش کنم همه رو برای شما. برای اینکه دستگاه به شروع به حرکت کنه اول دکمه والس رو میزنیم سبز که دستگاهمون شروع به حرکت میکنه. بعد پمپ آبو میزنیم که آب در جریان باشه. این آب چه کار میکنه؟ نگاه کنید پایینش کف داره. این آبو با مایع درست میکنیم. کف هم برای جلوگیری از نچسبیدن موم به این بدنه هاست، چون اگه کف نداشته باشه مومی که آزاد میشه آب خالی باشه میچسبه بهش، میچرخه و در هر صورت نمیتونه آجر کنه. خب بعد این کار، این عملا رو انجام دادیم، این چیکار میکنیم؟ این دمنده هوا رو میزنیم که همراه با این خنک کننده اون به عنوان کمکی عمل میکنه. از زیر دستگاه از این قسمت به صورت دمنده هوای خنک رو راهی میکنه به سمت بالا که موم سرتر بشه که میاد تو این مسیر رو طی میکنه، اذیت نشه. الان براتون میرم. ببخشید دوستان من میگم بازم دست و تنها تا جای بتونم، انشالله که سعی میکنم ویدیو خوبی براتون بگیرم. نشد دوباره براتون میزنیم. اول یک جلوی موم رو باز کنیم، بعدا این موم باید اول یه خورده بیاد کل فضای دستگاه رو بگیر براتون که یکم راه افتاد. بعد شروع میکنیم با روزنامه اینو کشیدن هدایت کردن. مثلا اون روزنامه چه کاربردی داره یا این کاغذایی که ما ازشون استفاده میکنیم. مومو ببینید اگه خالی بیاد از این قسمت میاد بیرون، هر کار بکنیم نمیتونیم به سمت بیرون هدایتش کنیم. اینو میبندیم تا گرم شد شیرش، اینو دوباره لوله میکنیم و هدایت به سمت بیرون می‌ذاریم داخل این. چون گفتم یه دما موقع 100 باشه میتونه کنترل. البته من میتونستم یک سپای اونجا قرار بدم، من خواستم کلیپا رو یک طور بگیرم شما نزدیک با این آشنا بشید، وگرنه یک حالت پایه اینجا قرار میدادم برای شما عزیزان. شما از اینجا ببینید من چیکار میکنم. نمونه بارزش
من دوست نداشتم تو کلیپتون باشم چون گفتم منو نبینن. نمیشه هر کار میکنم یکم سخت برام. من تو ویدیو نبینیم بهتر، بذار من کار کنم. خود کلیپش بی کیفیت میشه ولی ببخشید. این از این پایین میگیریم سمت بیرون هدایتش. کاغذی که ما دادیم اومد از این نقطه به بیرون به همین راحتی. خب این موم در حال پخش شدن و پهن شدن، ما باید اینو کنترلش کنیم چون هر چه حجمش بیشتر بشه بعد از بغلا دورریز و سرریز داره. بعد هدایت این موم به سمت دستگاه میتونیم مثل کارا رو انجام بدیم. بهتون میگم یوتیوب هم تازه اومدم یکم برام سخت کار کردم. خب این قسمت که رسید ما چیکار میکنیم؟ میایم گیوتین رو وارد عمل میکنیم. گیوتین چیه؟ برش طولی. میزنیم که این دستگاهمون بتونه این چیا رو به حالت کاتری مرتب منظم در. اول حالا ما اینجا رو تنظیم کنیم قبل هر کاری. اینو کم کم بازش میکنین که این از این قسمتش این قسمت بیشتر نره و اونم از اون سم بیشتر نره، چون بیشتر به موجب سرریز میشه و اذیت شدن دستگاه. بعد گیر میکنه ممکنه پس بزنه جمع کنه. ببینیم از بالاتر بگیرم شما ببینید چطور این پخش میشه تا کجا میره، اینم تا کجا میره. خب حالا اونجا تنظیم شد. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم اینا رو که لبه هایی که باید میزان بشه رو میزون میکنیم. اینا رو بازگشت، اینا رو هدایت میکنیم سمت دستگاه. این دستگاه ما 4 ردیفه. البته تو ایران ما الان کلا 2 مدل دستگاه، آلمانی و ایرانی. آلمانی 3 ردیف میزدن، ایرانی 4 ردیف. این دستگاه ما ایرانیه، آلمانی نیست. خب این قسمتی که گفتم کاتر ایناست. ببین حالا تیکای نامرتب و مرتب میکنه برامون توسط این عرضشون، توسط این برش‌های عرضی میزنن. این قسمت هم برش طولی که در هر سایز دلخواهی که میخواین توسط این تایمرش میتونین انجام. این قسمت هم که دستیه. خب ما اومدیم حالا این قسمت انجام شد. ما باید بیایم این موما رو خراب از توشون بگیریم. مومایی که نامیزونن و مرتب نیستن و بعد از داخلشون بگیریم تا بریم سراغ بسته بندی. این ویدیو من یکم طولانی تر شد، ببخشید دیگه. اینو آوردیم دوستان گل. ما اینجا تقریبا تموم شد کارمون. کار اولیش بسته بندیش هم که ما به این شکل
آماده میکنیم و تحویل مشتری میدیم. کادو پیچ. ما همینجا خداحافظی میکنیم با شما دوستان عزیز تا دیداری دوباره و فیلم جدید. خدا نگهدار.